بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، لا سیما بقیة الله فی الارضین و لعنة الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. وقال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم: ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. مسجد فقیهی والا مقام، مربوط هست به مجتهدی بی‌نظیر، فقیهی زاهد، وارث و عامل، شخصیتی که از بهترین سربازان مکتب امام صادق بود و با علم و زهدش شاگردان زیادی رو تربیت کرد. هدیه به روح ملکوتی این عالم فرزانه، یعنی حضرت آیت الله حاج شیخ علی فلسفی اعلی الله مقامه الشریف و اخوی و برادر عزیزشون واعظ شهیر، بلندگوی اسلام، حنجره اسلام، شخصیتی کم نظیری که در زمان حیات خودش هزاران نفر رو با مکتب قرآن و اهل بیت آشنا کرد. روح ملکوتی مرحوم آیت الله فلسفی و اخوی عزیزشون شیخ محمد تقی فلسفی رو و پدر این بزرگواران رو شاد کنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. امروز به بهانه حادثه تلخ و حادثه جانکاه مصیبتبار، حادثه‌ای که هیچ وقت از تاریخ لکه ننگش پاک نخواهد شد و بزرگترین مصیبت است برای جامعه اسلامی و شیعی، یعنی 8 شوال، تخریب گلستان بقیع، حرم ائمه بقیع، دور هم نشستیم. من اول به حضرت رضا علیه السلام این روز رو تسلیت میگم، به امام زمان تسلیت عرض میکنم و از علی ابن موسی رضا میخوام که خودشون دعا کنن به زودی زود، به زودی‌های زود انشاءالله لکه ننگ وهابیت از ممالک اسلامی پاک بشه. منتها یک مقدمه ای رو من در این باب خدمتون تقدیم میکنم و محوریت بحث امروز من یک روایتی است از امام صادق. این روایت رو تقدیم نسل جوان مستمعین عزیزم خواهم داشت که یکی از همون خطکشای مهمیه که تا آخر عمرمون باید با این روایت زندگی بکنیم و همیشه نسب العینمون باشه. قصه وهابیت یا بهاییت یا فرقه های ضاله دیگه، اگر کسی بخواد نقد و بررسی دقیق داشته باشه، باز باید مراجعه کنه به آیات قرآن و روایات که این مرداب کدوم مردابیه که این پشه های مالاریای مفسد رو تولید میکنه، که یکی از پشه هاش وهابیته، که یکی از پشه هاش بهاییته.
که یکی از این پشه های این مرداب که میکروب ها رو منتقل میکنه و خیلی رو آلوده میکنه و به امراض گوناگون مبتلا میکنه، یکیش صوفیگریه. ما اول این مرداب رو بشناسیم و ببینیم برای خشکوندن این مرداب چیکار باید بکنیم. جلسه گرفتن و لعن کردن و نفرین کردن و دعا کردن برای نابودی این فرقه های ضاله یکی از صدها کاریه که میتونیم بکنیم، ولی بسنده بکنیم به این جلسات فقط عاقلانه بله نیست. لازم هست ولی کافی نیست. قرآن کریم بیش از 100 مورد در مورد توطئه یهود آیاتی رو پروردگار متعال نازل فرموده بر قلب نازنین پیغمبر و مسلمان ها رو به خطر یهود به خصوص متذکر شده. من یک روایتی دیدم خیلی عجیبه. اگر کسی بخواد این روایت رو بفهمه، یکی از کتابایی که باید حتما مطالعه کنه کتاب دنیا بازیچه یهود، نوشته دانشمند شهیر مرجع عالی قدر، محقق و مؤلف کم نظیر مرحوم آیت الله العظمی سید محمد شیرازی است که اگر کسی این کتاب رو مطالعه کنه تازه میفهمد یهود یعنی چی، صهیونیست یعنی چی، چرا قرآن اینقدر رو اینها مانور داده، چرا اینقدر تو روایات نسبت به یهود و خطرات یهود ائمه اطهار علیهم صلوات الله تذکر داده. اون کتاب رو بخوانید متوجه میشید. پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود علی جان، اون روایت که میخوام عرض بکنم اینه: اگر خدا یهودی ها رو 1000 بار قطعه بکنه و دوباره بعد از کشته شدنشون زندشون کنه، زیر بار ولایت تو نخواهند رفت، از بس لجبازن نسبت به تو و مکتب تو. وقتی به مولای ما این همه تعصب دارن و لجبازیشون به این اندازه است که اگه خدا 1000 بار قطعشون کنه و دوباره زندشون کنه زیر بار نخواهند رفت، مسلما رحم به شیعه‌ای که یا علی میگه هم نمی کنند، چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. منتها تکنیک صهیونیست رو و یهود رو و حربه هایی که تا به حال به کار برده اینا رو باید شناسایی کرد که یهود از موقعی که به وجود آمد و یک به یک فتنه هاشون رو و خطراتی که داشت در نسبت به دین و مکتب وحی، اگر از طول تاریخ از زمان موسی تا الان رو شما بررسی بکنید متوجه میشین اینا حساب شده دقیق میان جلو. مثل ماها فله‌ای برخورد نمیکنه، کیلویی برخورد نمیکنه. رو چیزی که نتونن سرمایه رو چیزایی که نتونن استفاده آنچنانی داشته باشن سرمایه گذاری نمیکنن. من اصفهانی بگم، پولشون رو حرام نمیکنن، وقتشون رو حرام